الان شما بیا همین صحبتی که من دارم با این بیناموسان عالم انجام میدم و سراغ بگیرید ببینید کدوم یکی از این اپوزیسیون به قول معروف اپوزیشنی همچین گفتاری رو دارن. ندارن، هیچ کدوم اصلا ارزه یا جرأت اینو ندارن. از اونا که به قول معروف واسه ما هیولا در نمیاد بره حساب این چی میگن اژدهای نمیدونم 700 رو برسه. این وظیفه یا این مسئولیت میفته گردن اونی که به قول معروف اژدها رو نمیدونم هیولا رو میشناسه. شما گازراتی که اون بیرونید پا به پای اون اورشلیم به قول معروف زنازاده حرکت نکنید. حرف ما رو میذاری پشتوانه کارتون.